الحمد لله بارئ النسم بارئ الأمم خالق اللوح والقلم جاعل النور والظلم والصلاة والسلام على النبي الأعظم والرسول الأكرم أبي القاسم محمد عليكم بتقوى الله فإن التقوى خير ما يتواصى به المؤمن أخاه فقد حرض الله عليها فقال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقتی که انسان مریض باشه یک مرضی داشته باشه خوب آسون مواجه باشه. غالبا بعضی مرضها قابل علاج نیست، اما اون باشم که قابل علاج هست وقتی یکی باشه خب علاج میکنه، اوناش قابل معالجه هست. 2 تا هم باشه علاج، 3 تا هم باشه. اما اگر چون چه بنا شد از سر تا پای انسان یک عضو سالم نباشه، حالا به چیکار کنه؟ چشمش، گوشش، لال هست، مثلا افلیج هست، مرضهای مختلف داره، انواع و اقسام مرضها که از اون جمله مثلا فرض کنید که بله سرطان داره، مرضهای اینجوری داره. حالا چیکار باید؟ با دین این کار کردیم ما هیچ چیز سر جا خودش نیست، هیچ چیز سالم نیست. حالا چی باید کرد؟ چطور باید بفهمونیم؟ و مردم هم خودشون خیال میکنن واقعا دین دارن. چه خیال میکنن؟ کجای قرآن ها دارند؟ ببینیم که رسما میانه مردم کدوم آیه قرآن عملیه؟ یکیشو بگوید که با 10 دلیل و 100 دلیل من رد کنم. یک آیه قرآن مورد عمل نیست. و ما هم خب یه مطالبی رو گفتیم نوشتیم، نه گفته های ما و نه نوشته های ما به دست مردم نمیرسه، نرسیده. مردم معتقد نیستند که نمیدوند که نمیدوند. وای از اون وقتی که آدم ندوند که نمیدوند علاج نمیکنه. وقتی آدم خودش مریض ندوند میاد پیش طبیب، نه نمیره تا وقتی مرد. اینم همینطوره. خودشون مردم سالم میدونن، خیلی مقدس مآب هم هستند و اهل بهشت هم هستند و بله و عده دیگر هم هر کدامشون 70-80 هزار نفر را شفاعت میکنن به بهشت. چیه؟ کجای قرآن؟ کجای دین؟ کجای حق؟ کجای حقیقت؟ کجای درستی؟ کجای راستی؟ هیچ از دین نگذاشتیم. اون چرا هم که میگوییم و رواجش میدهیم اون نیست که دین گفته است. اگر قرآن میخونیم گفته قرآن بخون تا بدونی تکلیف چیه. لغلغه زبان که مسخره است. از نمازمون که لغلغه زبانه و مسخره محض گرفته تا قرآن خوندنمون، تا حج رفتنمون، تا کار دیگه‌مون، کدومش مطابق دینه؟ باید بفهمیم. میگن اینا علت نداره، میگن حکمت نداره. مگر چون چه این حج برای چی گذاشته شده است؟ این نماز برای چی؟ با قرآن خوندن برای چی؟ اون برای چی نیست؟ اما این صورت ظاهر هست و خیال میکنید عمل کرده و عبادت کرده و حج کرده است و نماز خونده است و نماز جمعه خونده است و الاخر. رو همش حرفی، رو همش. اما خدا خودشو میگه
این چیه کلی. شماها هم بله خودتون همه شما هم که میدید اینجا خودتون مسئول نمیدونید. فقط من مسئولم که بگم شما مسئول نیستید منتشر کنید. دین میرد و رفت برای اولادتون، خونه میخواید، زندگی میخواید، اما فکر نمی کنید که اگر دین نباشد میونه مردم حق و نفهمند، این اسم دیگه هم ول میکنند و هرز و مرز میشه، اولادتون نمیتونن یک ساعت تون اشتغال زندگی بکنن. اون قیمت نداره. همین بعد ماشین براش تهیه کنه، خونه تهیه کنه، اون وقت تضمین هم کرده، بیمش کرده که همه اینا رو خیرش رو ببینه، بعضش پس نگیرن. ولی یا اینی که نه نمیدونی. جامعه باید درست بشه تا بشه زندگی کرد. جامعه اگر درست نشد هیچ کس نمیتونه درست زندگی بکنه. هر قدر آدم خوبی هم باشه، با مردم کار داره، از زندگی دست همه است، چیزی نیست مال یکی و دو تا اینها باشه. خلاصه یک قدر به جنبید، یک قدر به خود بیاید، یک قدری مردم را این چیز کنید، آگاه کنید، باشون دارید، ازشون بخواهید، سخت بگیرید به مردم، به آشناهاتون، با تعارف و با فلان و اینها. آقا بله شما هم بیاید یک کتاب بخرید، نخیر بنده نمیخواد. همین اینطوره. یا جهاد باید کرد، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کوشش باید کرد. اینقدر که من تکلیف دارم همه شما آحادتون تکلیف دارید. من یک مسلمان، شما نیست. من تمام کارها باید مجانی بکنم که کردم به حمدالله، اما شما هیچی کار نداشته باشید. و خیلی علی نجات هم هستید و فهمیده اید و دیندار هم هست و با مردم هم تفاوت داره. پیش خودتون هم همینطور که با مردم فرق داره، اما چه فرق داره نمیدونم، اینو نمیدونم. خلاصه این مقدار به خود بیایید، یه قدری ما هم دیگه حالا آبمون کرد و آخره متوجه شدیم، بعد دیگه دستتون نمیاد بجنبید. اگر از من میشنوید میخوایدم نجنبید. یک وقتی فسوف تعلمون ولا تعلمون نبعه بعد حین، قرآن میگه بعد از این میفهمید. خیلی این که مقدمه. حالا آمدیم سر تتمه بحثمون و مطلبمون راجع به متشابهات بود. من ناچارم که یک مسئله هایی بزنم تا این معنای متشابهات درست بفهمید که چرا متشابه تو قرآن هست و چجور هست. متشابه مربوط است به اون حقایق نامحسوس و نامرئی، یعنی اون چیزهایی را که انسان به چشم نمی‌بیند. شنیدین؟ مربوط به اونهاست. اونا چیه؟ حقایق عالم. حقایق عالم به چشم دیده نمیشه، هیچ چیز دیده نمیشه. علم کجاست؟ یعنی چه؟ تمام کارهای عالم را علم و دانش میکنه. بله همش باید علم داشته باشه انسان به اون کار رو بکنه، چه صنایع باشه، چه بنایی ها باشه، بناها باشه، چه پوشیدنی، چه خوردنی، همه این علم میخواد. این علم کجاست؟ جاش کجاست؟ چیه شناختی؟ بیا سر خودت چیستی. ما چیزی که میبینیم سر است و صورت است و چشم و لب و دهن و تو رو که نمیبینیم. این که مردم داره، اون کو؟ همه کار اون است، اون فرمونده. این اعضا و جوارح نوکرن، نوکر اونن که پیدا نیست. پس اصل اونه، اونا نمیشه دید، نمیشه دید. متشابهات مربوط به اون قسمتی. اگر بخوان با این چیزایی که دیده میشه پیادش کنن نمیخونن، اون وقت موهومات میشه. فهمیدین؟ این متشابه اینه. یعنی اگرچه شبیه هست به محسوسات ولی این نیست. به صفات خدا
متوجه شدین؟ از صفات خدا بگیر، خدا رحمان رحیم است، وهاب است، فیاض است، مقتدر، قادر، حکیم است، علیم است، همه اینا هست. اما همونطور که ما هستیم ها، یه چیزی دیگه هست، یک شباهتی، یک مویی از اون کوه نشون میدهد، متشابه اینجوره. حالا مثال بزنم تا معلوم شد. انسان کامل اون است که تمام این 4 سفر را طی کرده باشد. سلام علیکم. 4 سفر را، سفر از خلق به خالق، سفر از خالق به سوی خالق، سفر از خالق همراه خالق، سفر از خالق به سوی خلق. این 4 سفر بازم گفته، این 4 سفر را وقتی که انسان طی کند، نتیجه خلقت را به دست آورده و الا هیچ مفت داده است دیگه. براش پشیمانی، ندامت میمونه برای ابد. این ندامت برای ابد میمونه که داشتیم و از دست دادیم. پهلوی دریای آب از تشنگی مردیم، پهلوی سیلوی گندم از برای یه لقمه نون مردیم و نداشتیم. چقدر ندامت اون وقت داره نمیشه. بالاترین عذاب ها ندامت و پشیمونیه، چه لازم نداره دیگه. خوب، حالا این موضوع که شناخت خود انسان، شناخت صفات انسان، شناخت این که این انسان باید چه کار بکنه که خداگونه بشه. خداگونه یعنی چه؟ خلیفه خدا بشه. خلیفه هم جانشین. اینی جایلون فی الارض خلیفه، جانشین خدا. جانشین خدا یعنی چه؟ یعنی اون کار که خدا بکنه تا دنبال شو جهنم، تا متصف به صفت خدا بشه. اون وقت خداگونه میشه، یا اون وقت خدایی میشه، یا اون وقت مؤمن میشه. یا متوجه شدیم؟ اون وقت این اصل کار. حالا خدایی شدن بعد از اون است که انسان از صفات بهیمی و حیوانی بیرون بیاد، پوست بندازد. مار را دیده ای از پوست بیرون میاد، پوست جان یک مار روزه افتاده مثل مار رسا. اما بله، از اون پوست بیرون بیا، گوش خر بگذار و دیگر گوش خر، یک گوش دیگه بخر. گوش خر بگذار و دیگر گوش خر، که این سخن را در نیابد گوش خر. باید انسان بشید. انسان تو بفهمه یعنی هر چه میکنه باید کارای الهی باشه یا دستور الهی. خورد و خوراکش همون خوب چه خدا بود. بگی روزه بگی چشم، بخور چشم، افطار کن چشم، بده به دیگران چشم، اینا بگی چشم، اونا نگیر چشم. مثلا الی آخر وقتی اینجور شد این حرفا بزن چشم، اون حرفا نزن چشم، با این معاشرت بکن چشم، با اون معاشرت نکن، الی آخر همش تمام زندگی تمام. اگر مطابق دستور حق شد تو اون راه رفتی، اون سفرها رو داره طی میکنی. حالا این سفرها و رسیدن به اون مرتبه نهایی که سدرة المنتهی بهش میگن، اون وقتی که بنا شد مردم حس و محسوسی باشن و ندونن که اینها از معراج گرفته تا چیزهای دیگر همه مربوط به معنویات و روحیات انسان و ملکوت انسان و جبروت انسان و تا برسید به لاهوت و غیب القلوب. اون است. خب حالا اینا رو بهش میگن این مراحل ها که طی میکند انسان تا میرسد به اونجا که به صدره، یعنی که خیرت،
سدرة المنتهی. اون وقت اینا که نمیفهمن همه مفسرین ها همشون هم من میگم با جرأت که نفهمیدن. چرا نفهمیدن؟ مطالعه نکردن. چرا مطالعه نکردن؟ برای اینکه جلوی یک چیزی گفته عقبی هم همونا نوشته، یه قدم گشادش کرده، وسعتش داده، از بندش داده، متوجه شدید؟ بعدی هم باید همینا نوشته. فقهمون هم همینطوره. شنیدیم؟ ما درست درس نمیخوندیم، مثل که درست صنعت نمیکردیم. اونی که درست از مبنا صنعت میکنه میشه مثل آلمان ها، میشه مثل ژاپن ها، میشه مثل چینی ها، میشه مثل سایر اروپایی ها. اونجور میشه کشف میکنه، نبود رو به دست میاره، جهلش رو مبدل به علم میکنه. اما ما هم که اون گفته، حالا همین که دیروز روزه خونه آمین متوجه شدیم، اون گفته 100 سال پیش گفته، 200 سال پیش گفته، حالا همون میگن با 100 مقابل اضافه مزخرف. فهمیدی؟ اینجور شده. چرا خدا که عقل به انسان داده نباید فکر کنه که این راهی که من میرم درسته، این غلطه، این حرف صحیحه، این دینی که ما داریم فایدهش چیه؟ پیغمبر اومده که چه کار بکنه؟ میخواسته بشر را کجا ببره؟ بیشتر تقصیر بنده است. قرآن میگن، قرآن میفرماید که کان الناس امة واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. خدا بشر را که همه یک جور بودند و یک نواخت بودند پیغمبر فرستاد برای اینا لیحکم بینهم فیما اختلفوا فیه. خدا پیامبران رو فرستاد تا بشارت بدن به اون که حرف میشنوه و بترسانند اونی که حرف نمیشنوه، مبشرین و منذرین. و خدا نازل کرد با اون انبیا کتاب را تا چطور بشن؟ تا خدا حکم کند میانه مردم به وسیله انبیا در اون چیز که اختلاف کردن. در اون چیز که اختلاف کردن، این اختلاف کرده و اختلاف کرده، همش اختلاف است. این مال آدم ورده، اون یکی حکم ناحق کرده، اون یکی دروغ گفته، این یکی فحش داده، اون یکی آدم کشته، الی آخر یکی 2 تا 1000 تا. بله، خب این اختلافات به وجود نیاد و هرچند که به وجود آمد این انبیا حکم خدا را اجرا بکنن که ظلم به کسی نشه، برخلاف عدالت و رفتار نشه. بعد میفرماید بعد از این تمام که گفتیم و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم. اما چرا اصلا اختلاف به وجود میاد؟ میگن اختلاف، قرآن میگن اختلاف را اونایی به وجود میارن که احکام خدا در اختیارشونه. فهمیدین؟ و مختلف فیه در حکم خدا اختلاف نمی کنند الا الذین اوتوه، میگر آنون که داده شدند اون کتاب را، کتاب الهی را به اونا که داده شد، اونا هستند که اختلاف به وجود میارن. چرا اختلاف به وجود میارن؟ بغیا بینهم، برای اینکه به هم ظلم کنند، برای اینکه حسد به هم میبرند. فهمیدین؟ نمیخوای اون چی که هست ببین. من و شما که با هم اختلاف داریم سر چیه؟ اختلاف داریم دیگه، سر حق و باطل. اما بعد میفرماد ولی خدا اون کسی که تابع حق باشد، آمنو، کسانی که ایمان آوردند و اهل حق باشند، خدا اونها رو هدایت میکنه، حق را آشکار میکنه، نه اینکه حق پنهان بمونه. حالا پس برعض اینه که نه بقال، نه کاسب، نه فرض کنید که تاجر
نه دکتر نه مهندس اینا دینه به هم نزدن، ما به هم زدیم. ما یعنی چه؟ یعنی اون کسی که در لباس دین و علم ظاهر شده است و بیگانه بوده است، اسم معاویه چی بود؟ خودش از اصحاب پیغمبر امراست. همینطور واقعی خوارج نهروان اینا چطور بودن؟ اینا سنگ دین به سینه میزدن. معاویه نمیدونی چقدر دلش کباب بود برای اینکه مردم دین داشته باشن. اما دین چی بود؟ معاویه پرستی، بت پرستی، هر چی اون میگن، نه خدا پرستی. اما به واسطه این که نمیتونست بگید مرا بپرستید، میگفت خدا رو بپرستید، اما این که من میگم اونطور خدا رو بپرستید. خلاصه پس ماها خیلی مقصریم، ما خیلی مقصریم. به ما ایراد کنید، به هر که میبینید از ماها که یک حرف زدی ایراد کنید، خونه نبرید کسی رو به دین و آیین و ملت و آینده و به همه خیانت کرده. خونه نبرید. بگید چرا؟ بگید کجا نوشته؟ کجای قرآن؟ دین ما کتاب ما قرآن، شاید قرآنش کو؟ بگویید یک مقداری. همینطور سمون با یا مسجد نمیره که اصلا به نشنون، بعدم میشنون. اگر شنیدم هیچ بله لازیانی کشیده میره که کارتون اینجور نباشید، اینطور نباشید. هیچ کس، پیغمبرم یکی بود، یک نفر بود آمد اون تحمل این مشقت ها رو کرد تا حرفش رو به کرسی نشون و حرف خدا رو به مردم رسون. کتابش هم باقی موند، دینش هم موند. متوجه شدید؟ منتها اینی که خب وقتی بنا شد که اون کسانی که زمامدار دین هستن اشتباه برن، متوجه شدید اینطور میشه که دین این صورت پیدا کرده. حالا راجع به متشابه حرف بزنم، یه مثالی بزنم که متوجه بشید. به قول مثنوی در اول کتابش میگن که چرا در پرده حرف میزنی؟ یعنی متشابه ها، متشابه پرده است. گفت اون خوشتر که ذکر دلبرون گفته آید در حدیث دیگران. باید تو حدیث دیگران حقیقت معلوم بشه. اگر من صاف بگم خود آتش میگیری تو. اگر چه صاف بود باید تو پرده باشه، لابلای پرده، مثل اینی که ما بین تو و آتش باید حائلی فاصله هوایی فضایی باشه و الا اگر تو آتش بری که سوخته میشی. اون اینجوره شناختن اون حقایق اونطوره که انسان به مقام حق الیقین برسد. حالا مثال که خواستم بزنم این انسان باید چی بشه؟ باید خداگونه بشه و نفهمیدن مثلا حرف عرفای مهم را یک افرادی و کشتندشون. چون قلم بر دست قداری فتاد، لاجرم منصور برداری فتاد. چی کار کرد؟ گفت ما طرفی جبتی الله، در جبه من خدا رو میبینید. چیز تازه نگفتیم؟ یعنی من از خدا هیچ ندارم، هرچی از خدا در من خدا. این که حدیث نبویه و حدیثی است که به اصطلاح حدیث بله ثابته که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که خدا فرموده است، حدیث قدسی. در حدیث قدسی خدا فرموده است که لا یسعنی ارضی ولا سماعی ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن. اینا را مثنوی مولای رومی این حدیث را به شعر دار آورده. حالا من شعراش را میخونم. گفت پیغمبر که حق فرموده است نگنجم هیچ در بالا و پس، در دل مؤمن بگنجم ای عجب، گر مرا خواهی در آن دلها طلب.
خب چطور میشه که اینجور بشه؟ وقتی بنا شد اون صفات خدا که حالا در جلد بعدی کتاب آدم میاد این مطالب که نوشته میگه چاپ بشه، بله جلد سیوم و چهارمش میشه. مقصود این که خوب صفات خدا یکی ببین، رحمان، رحیم، ارحم الراحمین، رحم داشته باش. رحم میتونم یعنی چی؟ یعنی نتونی ببینی که اون آدم گرفتاره و تو رو خود نیاری، نتونی به خود هموار کنی، به هر شکلی هست به دارش برسی. این رحم. خب احسان، فیاضیت، فرض کن که غفاریت، گذشت داشتن، زود و سخاوت داشتن، این همه صفات خدا نیست؟ غفار بودن، فیاض بودن و همچنین حکیم بودن که کار را از رو حکمت و مصلحت میکنه، علیم بودن، دانا و مطالب را بدوند و بکنه، و همچنین باقی صفات خدا، احکم الحاکمین، حکم حق میکند خدا و طرفدار حق خدا و عملش حق است، حرفاش هم حقه، تو هم باید همینطور باشی، کارت حق، عملت حق، حرفت حق، به هدفت حق، اینجور. اون وقت خودت چیز نداره دیگه، اینه که صفات خداست. اینه معنای اینی که یسرونی قلب و عبدی المؤمن. متوجه شدی؟ خدا رو اونجا پیدا کن. حالا این مطلب دانستی؟ تا باید مثال دیگه بزنم. این کتاب مثنوی یه مطالب خوبی داره، یه جایش هم اشتباه داره، اینم بدونم که مثل قرآن نیست وحی منزل باشه، اشتباه هم داره، اما اشتباهش اولا کمه و ثانیاً اون مطالبش تحقیق کرده، خوب تحقیق کرده، خوب استاد بوده، اینم هست، هر دوش هست، چند تا هم اشتباه داره که اونو باید اجمالاً بدونیم که در بحث نمیشه حرفا رو قبول کرد. بله. و میگه که جسم مجنون را ز رنج دوری، گشت عارض علت رنجوری، رفت که تو لیلی و مجنون، همینی و عشق ظاهری. حالا این حرفا متشابهه، کجا رو میخواد بگد؟ اون مرحله بالا را، اون عالم جبروت و لاهوت رو میخواد بگد، فهمیدین؟ اما میگن جسم مجنون را ز رنج دوری، گشت عارض علت رنجوری. پس طبیب آمد به دارو کردنش، گفت نبود چاره هیچ از رگزنش. طبیب آمد گفت رگش باید زدین، خونش فاسد شده، باید کم کرد خونشا، باید رگش زدن. گفت مجنون چه گفت؟ گفت نه من نمیذارم تو رجانه بزنی. مست خود بستان و ترچه فست کن، مست بجور برو، فست نکن برای، یعنی که رنگ مرا نزن. مزد خود بستان و ترچه فست کن، گر بمیرم گو برو جسم کهن. بمیرم چرا؟ برای اینی که ترسم فساد چون فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلا زنی. لیلی نیست، لیلاسا. هر جایی که لیلی خونده بشه در شعر گرچه قافیه شده اینا لیلی میگن ولی اصلش لیلاست. ترسم فساد گر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلا زنی. لیک از لیلا وجود من پر است، این صدف پر از صفات اون دور است. ترسم فساد گر فستم کنی، نیش را ناگاه بر لیلا زنی. من کیم؟ لیلا و لیلا کیست؟ من. هر دو یک روحیم اندر دو بدن. این چی میخواد بگه؟
برو تو عالمی دیگه. یعنی تو باید متصف صفات خدا بشی یا تو اشرف مخلوقاتی یا خدا درباره تو گفته لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. درباره تو گفته فتبارک الله احسن الخالقین. درباره تو گفته ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. بر تو گفته اینا رو. اومد در خونه در زد چیه؟ منم. برو جات نیست. رفت و خودش را ساخت و اومد باز گفت چیه؟ گفت منم. گفت نخی برو جاتو نیست. باز که خودش را ساخت و فهمید باید فانی در محبوب بشه، در معشوق فانی بشه، موقعی که اومد گفت کیه؟ گفت تویی. تو حالا بیا. اگر چنانچه دوست تو اینجور باشه دا ان اخاک الحق من کان معک و من یضر رو و من یضر رو بله چیز ان اخاک الحق من کان معک و من یضر نفسه لینفعک و من اذا ریب الزمان صدعک شتت فیک شمله لیجمعک. کلمات امیرالمومنین. یعنی دوست واقعی اون است که خودش با تو فرق نمیذاره. دوست واقعیه که حتی اگر چنانچه وضع تو بد شد اون جمعیت خودش را پراکنده میکنه که تو رو جمع کنن. دوست واقعی این است. با خدا اینجور باید دوست باشه انسان. شنیدی؟ خلقت انسان اینه. حالا این رو متوجه شدی؟ حالا دیگه خیلی از مطالب معلوم میشه. معلوم شد معراج یعنی چیه. متوجه شدی؟ وقت نیست امروز تا اینکه من شرح بدهم اون آیاتی که اومدند و از پیغمبر خواستند و پیغمبر هم ردشون کرد و بله قبول نکرد ازشون که اون آیات رو در سوره بنی اسرائیل لابد خونده میدونید که و قالو گفتن که لن نؤمن لک ما به تو ایمان نمیاریم هرگز حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا تا اینی که یک قنات در مکه را بندازیم به معجزه ها قنات تا این زمین ها همه آباد بشن. این زمین های مکه دیگه چه؟ او یکون لک او تکون لک جنت من نخیل و عناب فتفجر الانهار تفجیرا. یا اینی که یک در این مکه ها باغستان به وجود بیاره که همش درخت خرما و درخت انگور و سایر چیزها باشه. اینم به معجزه اینجا تو این کوههای مکه اینا رو درست کنیم. و یا دیگه چیکار کنی؟ او یکون لک بیت من زخرف. یا اینی که یک اتاق طلا داشته باشی پر از طلا. اینم یکی که ببینی به معجزه یک اتاق پر از طلا باشه. او ترقاف سما. یا ببینیم که بالا رفتی به آسمان. بالا رفتی یا ببینیم ولن نؤمن لرقیک و ایمانم برای بالا رفتن تو بهت نمیاریم و حتی تنزل علینا کتابا نقرأ تا اینکه یک کتابی هم از طرف خدا بیاریم و بخونیم. کتاب زیر بغلت باشه بیاریم. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی بالله و الملائکة قبیلا. یعنی اینکه این آسمان ها یک قسمتش بیاد پایین. این آسمان اونطور که تو میگویی که اختیارش داری مثلا پس بیاد این آسمان قدرش پایین بیاد. این هم یکی همین که خدا را با ملائکه بیاریم. خدا اینجا بیاد ملائکه هم بیاد خدا بگه بله من این را فرستادم ملائکه هم شاهد باشن. بله پیغمبر چی دو؟ سبحان ربی منزه از خدا. چی میگوید شما؟ اینا رو تمام برای چی میخوایی؟
و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدی الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا. حاصلش دو تا کلمه میگم، شرحش خیلی است، اما اجمالاً سررشته را دستتون بدهم تا بعد خودتون فکر کنید که دیگه زیادتر طول نکشه. و اون اینه: معجزه‌ای که پیغمبر میاره اگر تونشه اینا را یک کدومشو به دلخواه نمیشه دیگه ولش میکردن. اصلا اینا رو میخواستن برای چی؟ اولی مرافعه بود. اگر یه خونه طلایی اتاق پر از طلا میریختند و نزاع و تو مغز هم میزدند و اون بیشترش رو میخواست و اون بیشتر به دین میرسیدن و آدم شدن. نه، اگر چون جاها رو مشجر کرده بود به معجزه و درخت شده بود، همش رو باغستان و اینها شده بود، سرش نزاع میکردن، سر یک درختش هم دیگه رو میکشتن، آدم میشدن، تو این وادی بودن. نه، خدا ملائکه هم که نمیشه اونم که هیچ. دوم سوم اینی که بله این در چیزهایی رو که خواستن که آسمان بیاد پایین، خب آسمان اگر بیاد پایین که شماها را از بین میبرید، یکی که آسمان بیاد پایین، این چه حرفیست؟ اونی که شما میخواهید چیه؟ اینه که بدونید من راست میگم. حالا اگر گوش میداد و یکیش انجام میداد دیگه تمام بشر ولش نمیکردن، هر کدوم میمدن این آقا بله داداش من مرده است زندش کن، اون یک پدر من مرده است زندش کن، اون یکی بچه من مرده است میاد زندش کن، اونا فلان اون را زنده کردی فلان من هیچی. حکایت مرافعه آدم شدن تو کار متوجهشون به هیچ وقت از این جهت نباید بکنه و نکرد. باید بگید حرف من اینه، در فضای عالم وجود میگم، اگر چنانچه یک جایش اشکال داره رو بگویید. من وقتی میگم که این قرآن رو هیچ کس مثلش نمیتونه بیاره، برای چیه؟ برای اینکه دلیل همراه خودش، برهان همراه خودش. برهان از دیدن چشم بالاتره. گفتم اون هفته که با چشم انسان میبیند یک چیز رو، ولی این نیست که 100% همونطور که اون حسیده باشه. این نیست که یه قدر فاصله گرفت بزرگ کوچش مینماید، مثلا سفید سیاه مینماید، اونی که نرد میرد میاد یا وایساده. مثلا این چشم اینطور نیست که به خطا نرید، اونی که به خطا نمیره برهان عقلیه، اون به خطا نمیره. فهمیدی؟ اون اشتباه نداره، چون عقل ملکوتی از آن بالاست. اگر عقل حکم کنی، عقل حکم نمی کنیم ما. اگر هر کسی عقل حکم کنه میفهمد، حقیقت رو عقل درک میکنه. ولی هواهای نفسانی که منحصر از تشخیصاتش به مادیات، بله اون با این چشم که دیده میشه بازم حق نمیشه معلوم کرد. ولی اگر چنانچه به عقلش انسان رجوع کنه میفهمد آیا این احکام که قرآن گفته کار نداشتیم ما درش تصرف کردیم و خیلیش خرابش کردیم و اون که تو قرآن هست و راست و حقیقت ترجمه بشه متوجه شدید همونطور که هست. اونی که تو قرآن هست یک نفر نمیتونه اشکال کنه بگن اینجا عیب دارید، اگر اینطور بود بهتر نمیشه. و اگر چنین کسی هم گفت با 1001 دلیل میشه ردش کرد که تو نفهمیدی. متوجه شدیم؟ و الا این همه دشمن که اسلام داشت در زمان خود پیغمبر که یهودی ها در صدرش بودند و مشرکین و پرستا همینطور، اینا میذاشتن که دین اسلام رواج پیدا کنه یا پیغمبر احکامش جا بیفته، امکان نداشت. پس مطلب اینه که معجزه اون است که از خودش در راست باید باشید. راستی باید پیغمبر باشه، خیلی خوب، راستی باید پیغمبر باشه. از کجا معلوم میشه که راست میده؟ از حرفش.
حرفش برهانه دیگه. عیناً مثل این که این ساختمان خودش باید بگد که من سازنده داشتم. شنیدین؟ این لباس خودش باید بگد من دوزنده داشتم. این فرش خودش باید بگد من بافنده داشتم. دروغم نیست. این دروغ نیست. این چرا باید از حق خودش در اومده. معجزه باید از حق خود قرآن در بیاد که همیشه هم باشد. یکی هم نگوید من که ندیدم اون معجزه رو، اونا که دیدن ایمان آورد، من ندیدم. این نباشه هست. اون حرف که آوردیم بیا مطالعه کن، بیا بفهم. ببین تمامش موافق مصلحت خلق نیست، تمامش عدالت و احسان نیست، تمامش جلوگیر بدی و زشتی بشر نیست. همه این احکام چیزهایی نیست که بشر به وجودش احتیاج داره. تمام این منهیات چیزهایی نیست که بشر را از بین میبره، یا مالشا یا جانشا یا ناموسشا یا آبروشا، هستیش را، هر چیزشا. غیر از اینه. خب این دلیل، این برهانه که از حق خود قرآن در میاد. همیشه هم هست، بر همه کس هم هست. متوجه شدیم؟ حالا اون موضوع متشابه تقریبا اینقدرش معلوم شد که متشابه همینه که میگد از لیلی و مجنون حرف میزنه، صورتش که اینه. اما یه جای دیگه رو میزنه، یه جای دیگه رو میگن. اونجا را باید چون مجسم میخواد بکند و معقول را تشبیه به محسوس بکند و نادیده را تشبیه کند به دیده تا خوب متوجه بشد انسان، اینو بهش میگن متشابه. شنیدیم؟ پس بنابراین وقتی که انسان به متشابه معتقد نباشد، اون وقت عقلش میاد تو چشمش. عقلش میاد تو چشمش. پیغمبر، بله پیغمبر رفت عرش. عرش کجاست؟ اونجا که خدا هست. بله از خدا مکان داره. میرفت کجا؟ میرفت دیدن خدا. اون وقت رو همین پیاده میکنن مطالب عیسی را دید و موسی را دید و چه کردند و نماز فلان و همه این چیزا در صورتی که همه اینها مربوط به معنویاته. یعنی موقعی که پیغمبر اون مقام شامخ را طی کرد که شد مظهر صفات الهی، مشاهدات او کشفیات، یعنی حقایق. مثلا آیا شما، مثال میزنم، این حقیقت را شک دارید درش که یا باید به دلیل براتون ثابت کرد که 10 تا 100 تا مثلا اینه برای شما گفت اینا از هر چیزی بیشتر نمیدونیم، از همه چیز واضح تر میدونیم. اینه که خوب واضح میدونی، این دیگه علم حقیقی است و علم واقعی. پس وقتی که انسان شناخت مطلب را و حقیقت را شناخت، دنبالش هم میره. این که شما میبینید که ماها خیلی مقید نیستیم که چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند به قول حافظ. اون حقایق را، یعنی اسلام بیانیم و پیاده نشده تا ببینیم بهشت است، ببینیم چه حکایتی است. همه راستگو، همه درستکار، همه خیرخواه، همه با عاطفه، همه با محبت. متوجه شدیم؟ همه عادل، همه منصف، همه خیرخواه. هیچ شری، اذیتی، آزاری، فحشی، زد و خوردی، مرافعی، نزاعی، آدم کشی، بی‌عفتی، هیچ نیست. اونا دیگه همه هست و بهش نیست دنیا. دین اینا میخواد. متوجه شدیم؟ حالا هر قدرش میتوانید باید بکنید و گول این ظواهر رو نخورید که اگر تونید مثلا بریم فلان جا احیا بگیریم در فلان جا ولی گریه بکنیم و اینها درست نه. عالم اسباب، عالم نظام حساب داره. اگر چه یک آدمی که مریض هست، متوجه شدیم،
یه آدم مثلا فرض کنید که یک مرض معینی داره، این اگر چنانچه 1000 روز هم گریه بکنه تا اون دوا رو نخوره که لکل داء دوا پیغمبر فرمود، این خوب نمیشه. اگر چه خیال کردی خوب میشه، گل به خود زدی، چرا خارج از نظامه. متوجه شدید؟ دعا هم موثره، اما دعا چیه؟ این است که خدا اسبابش رو فراهم کنه. یعنی تو حالا مریض داری، اگر دعا کردی این تو بشه که خدا این تو فراهم بکند که اون طبیبی که بشناسد مرض را و معالجه کنه و دواشم بدونه، اون گیر شما بیا. این نتیجه رو داره، نه اینکه بی‌صلاح انجام بشه. و جهت اصلا نظام اسباب دلالت بر وجود خدا داره. یکی از دلیل های خداشناسی همینه. مطالب موند، مطالب چیز هم هنوز باقی داره، مطالب بله متشابهات باقی داره که تا برسیم موضوع عرش و کرسی و اینا رو همه بگوییم و تطبیقش بکنیم با مطالب، اون وقت بهتر واضح میشه. اگرچه باید این آیات متشابه را جدا جدا نوشتیم، یک کتاب در این باب نوشتیم، اون وقت انشاءالله اونا مطالعه میکنید میفهمید. اما بله اجمالاً به یک جلسه و دو جلسه که اینا معلوم نمیشه، اینا مفصله، ولی زمینه خواستم دست شما بیاد که این ظواهر رو ولش کنید. عرش و پیغمبر به عرش رفت، بله. پیغمبر معراج کرد، بله. اما این یعنی چه جور؟ متوجه شدین؟ اینا بهش میگن متشابهات. حالا بعد از این انشاءالله مقدار بیشتر توضیح خواهیم داد. ان اصل الحدیث کتاب الله، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وزادنا الله بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل وسلم علی علی